شیخ بدن فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دیگری برافتی. گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم لیکن چونین که می نمایی هستی. ناسام دلیا شیخ بود. بله شوی رو رنگ بله. نمیدونم شوی رای نمیدونم رنگ رفتم به سر گوری شاهنشاه یمن. او دست برآورد به من داد کفن. گفتا که از این سخاوتم عیب مکن. از مال جهان نصیب به من شد کفن. چه красиво میگم. اگر نصیب کنم اونا سجان تو بچه کمی همه خیلی این آخران سخن من میگم تا یکی پیغمبر ما سعدی به زمین آهسته پایمان که کسان خوابیدن آدم و هوای و هم پیغمبران خوابیدن. اهل علم و معرفت یک برفتن از جهان. عارفان و شاعران و حافظان خوابیدن. عینی و خوجندی و میرزای ترسون زاده کو رودکی و توغرا در این مکان خوابیدن. ماشینت آهسته رانو یک نظر کن زیر خاک. چنگ خاک را کم برار که مهوشان خوابیدن. زیر خاک تیره خفته جمله شاه و گدا حاتم تای کیقوباد نوشهروان خوابیدن. چنگیز خان تیمورلان چنگیز و تیمور جهان را ملک خود کردن ولی عاقبت از زیر خاک تیررسان خوابیدن. هر سحر برخیز بیشتاب با زیارت پدر. گر توقف میکنی وقتی دعا میگذرد. هر کی رنجانید دل مادر پدر در زندگی عمر شیرینش با 100 روزی سیاه میگذرد. فرزند ما فرزند گفته میمریم. فرزند با فرزند گفته میمرده. پدر نمیگفته. سجان اگر چون خاک پایمالم کنی خاکی درت گردم. اگر چون گرد بربادم دی گردی سرت گردم. کشی خنجر که میسازی به دست خیش قربانم. چی لطف است این که من قربانی دست و خنجرت گردم. هلالی را با هوشیاری چی جای تنه ای ساقی. بگردان ساغر می تا هلاک ساغرت گردم. آدما امروز در تاس گفته را میزنن و یا همش در راه الله گفته بودن این گپا را و یا همش شیخا گفته این گپا را. امروز آدما تاس میگن عرق میخورن. درست حق در میکنه شیطان نمیتونه